سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن. امیدوارم که خودتون و عزیزانتون در این روزها سلامت باشید. به نظرم اومد وظیفه دارم به عنوان کسی که به طور مرتب ویدیو منتشر میکنه در این روزها هم حاضر باشم و چیزهایی که به نظرم میرسه رو خدمتتون بیان کنم. با این توضیح که من نه کارشناس سیاسی ام و نه در حوزه جنگ یا موارد مربوط به تحلیل‌های سیاسی تخصصی دارم. و از اون مهمتر من روانشناس هم نیستم و این توصیه‌هایی که در ادامه میکنم چیزهایی که به نظرم میتونه به همون در این شرایط کمک کنه. همین ابتدا همدردی خودم رو با خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن و یا به هر نوعی دچار آسیب شدن اعلام میکنم و امیدوارم این وضعیت هرچه زودتر تموم بشه. اول از همه اگر خانواده‌تون توی ایران هستن سعی کنید مرتب باهاشون در ارتباط باشین. الان که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم یعنی اواسط ماه جون مصادف با اواخر خرداد ماهه. ممکنه زمانی که شما دارید این ویدیو رو میبینید امکان برقراری ارتباط اینترنتی از بین رفته باشه، اما به طور کلی تماس تصویری، پیام یا حتی یه صدای کوتاه واقعاً مهمه. یادمون باشه وقتی عزیزانمون ببینن که ما جویای اخبار و احوالشون هستیم دلگرم میشن. توصیه بعدی برای اونایی که ممکنه یکی از اعضای خانواده‌شون تصمیم بگیره به هر دلیلی از ایران خارج بشه. خوبه که اطلاعات کنسولگری ها و روش های سفر کردن زمینی به کشورهای همسایه مثل ترکیه، ارمنستان یا امارات رو داشته باشیم. دولت کانادا هم گفته اگر شهروند کانادا هستید و نمیتونید از ایران خارج بشین میتونید با رسیدن به یک کشور امن‌تر از کمک سفارت‌های کانادا استفاده کنید. این چیزیه که خیلی‌ها شاید ندونن. من لینک‌های مربوط به این موضوع رو براتون اینجا میذارم. میتونید نام عزیزانتون رو در این فرم‌ها ثبت کنید و از این کمک‌ها استفاده کنید. سومین نکته که خیلی همین روزها هممون دیدیم شرایط روحی روانی مردمه. توی این روزها خیلی‌ها دچار اضطراب و ترس میشن. هم خودمون و هم اطرافیانمون. خوبه اگر بتونیم با هم مهربونتر باشیم. یه پیام دلگرم کننده، یه تماس تلفنی ساده با کسی که شاید تنهاست، یه همراهی کوچیک توی محل کار یا توی مدرسه میتونه حال آدمو خیلی بهتر کنه. واقعیتی که وجود داره اینی که مردم ایران همیشه و همواره صلح و آرامش رو خواستن. همیشه دوستیشون رو به مردم دنیا نشون دادن. هیچ کدوم از مردم ایران چنین وضعیتی رو انتخاب نکردن. شاید اگر این مسئله در ذهنمون باشه در ارتباط با هموطنانمون بتونیم شرایطشون رو بهتر درک کنیم. من سعی میکنم هر کامنت و صحبتی که میشنوم و خودم رو جای طرف مقابل بذارم و درک کنم که چرا داره اینطوری فکر میکنه. این روش همیشه میتونه بهمون کمک کنه. نکته بعدی هم درباره خبرهاست. خوبه که نقشمون رو جدی بگیریم. الان وقت شایعه پراکنی نیست، وقت تحلیل‌های سطحی و یا ترسناک نیست. وقتشه که اطلاعات درست و دقیق رو منتشر کنیم. اطلاعاتی رو منتشر کنیم که به کار آدم‌ها میاد، هم از جهت دسترسی هایی که میتونه داشته باشه و هم از نظر اینکه الان چه اتفاقاتی داره در ایران و جهان میفته. مسئله بعدی که به ذهنم میرسه کمک‌های مالیه. هنوز از کانادا این امکان وجود داره که بتونیم به خانواده و دوستامون کمک‌های مالی بکنیم. شرایط اینطوریه که خیلی‌ها به خاطر اینکه از خونه‌شون رفتن یا به اینترنت دسترسی ندارن نمیتونن به حسابها و پس‌اندازهاشون دسترسی داشته باشن. راههایی هست که بشه پول رو به صورت نقد جابجا کرد یا به هر طریقی امکان دسترسی مالی رو فراهم کرد. از خانواده و دوستامون در این باره میتونیم سوال کنیم تا اگه مشکلی داشته باشن بتونیم براشون حل کنیم. مورد بعدی هم یادآوری این موضوعی که در ایران در این شرایط گزارش‌های زیادی از شهرها میاد که مردم چقدر هوای هم رو دارن و با هم متحدن، چقدر به هم کمک میکنن.
این یه دلگرمی بزرگیه که خوبه درباره‌اش بیشتر صحبت کنیم. واقعا بهمون کمک میکنه که با آرامش بیشتری بتونیم این روزها رو پشت سر بذاریم. توصیه من به همه رفقام اینه که به خاطر اضطراب و استرس تنها نمونید. یه دوست ایرانی و همزبون رو تو شهر خودتون پیدا بکنید و درباره این نگرانی‌ها باهاش صحبت کنید. نگرانی مردم بیرون از ایران یه مدل دیگه است. توی ایران با وجود اینکه شرایط بسیار سخته و مردم زیر موشک بارون هستن، اما لازم نیست سخت بودن این وضعیت رو برای همدیگه توضیح بدن. اما بیرون از ایران اون کسانی که ایرانی نیستن درکی از حال و روز این روزای ماهای ایرانی ندارن. ما بیرون از ایران مجبوریم ماسک بزنیم و هر روز سر کار بریم و کارمون رو به نحو احسن انجام بدیم. تو این شرایط خیلی سخته که بتونیم حس واقعیمون رو به بقیه توضیح بدیم. واسه همین تو این شرایط هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. یه نکته‌ای که من تو این چند روز دیدم اونم اینه که خب بعضی از کلاینت‌های ایرانی ما خونه‌شون رو فروختن و باید تو این شرایط دنبال خونه بگردن و خونه بخرن، یا بعضیا هستن که به خاطر شرایط مالی و یا هر شرایط دیگه‌ای که توش قرار دارن باید خونه‌شون رو بفروشن و این عزیزان توی این شرایط سخت روحی باید این فشار مضاعف رو هم تحمل کنن. واقعا لازمه که بیشتر از قبل با هم همدل باشیم و هوای همدیگر رو داشته باشیم. امیدوارم همه ایرانی ها بتونن کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنن و سلامت باشن. امیدوارم زمانی که دارید این ویدیو رو میبینید این توصیه های من موضوعیتش رو کاملا از دست داده باشن و این حمله ها تموم شده باشه و مردم ایران در کنار هم در صلح و آرامش مشغول زندگی باشن. اگر شما هم توصیه یا نکته‌ای دارید که میتونه به هموطنانمون کمکی بکنه، زیر همین ویدیو برای من کامنت بذارین تا بقیه مخاطبای کانال تیم اسکریان هم در جریانش قرار بگیرن. زنده باد ایران و ایرانی.